سخن بهترین گنج انسان هست. سخن زهر و پرزهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان درد. همین جمعه قوت خدا رحمتی کاردیاک سنتر من طبابت میکردم، یک نیوروز داشتم، این کس از نوروبات. و بعد همون یک شعر بخشیده به دکتر طاهری نویسندگان که سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جاری دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است، دوایش هم سخنهای روان است. برای همین در آنجا که سخنی نقص است، حرفی نقص است، اون مملکت ترقی میکنه، پیش میره. یک کلمه نادرست دل شما میرنجونه. سخن آدمو میکشه. من نوشته که словами можно словами можно любить, словами можно убить. همون دختر ناز میبینه گشته میگه تو ماما در خود نه، تمام وقت خودشو میکشد، میوزونه. این تاثیر سخن. و امروز من اولین دکتر پسیکوتراپی که فرمان در جمهوری تاجیکستان برآمده بود برای پسیکوتراپی سال 82، این فرمان رو من گرفتم. میگه در ما حاضر دکترهای روانپزشک خیلی کم هستند، تجربه‌دار کم هستند. از آن جمله امروز یاد کنیم استاد غلاموف میخواست غلاموف، ما یک اسوسیاسیون تشکیل کرده بودیم، اسوسیاسیون پسیکیاترها و پسیکوتراپیست‌ها. یعنی که همچون دکترهای پسیکیاتر و روانپزشک یک جای کرده، همین اسوسیاسیون ما تأسیس دادیم. درباره زبان بزرگان ما سخنهای زیادی دارند. سخن در دهان خردمند چیست؟ کلید دری گنج صاحب هنر. حتی گفتند که بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، استه بی‌مغز اگر لب وا کند رسوا شود. و زبان هستی ما است. مثلا انسان نمیتواند بی زبان باشد. پرنده ها در شاخساران ترانه می‌سرایند، زبان دارند. اما زبان ما انسان ها زبان کامل است. زبانی که توسط آن ما همدیگر را میشناسیم، همدیگر را میفهمیم. زبان ما خوبی های ماست و زبان ما بدی های ما هم هست. زبان ما یک کلمه یا یک جمله سخن گفتیم، شخصیت ما معین می شود که ما انسان صاحب سواد هستیم یا بی سواد هستیم، ما آدمی با تمیز هستیم یا بی تمیز. یعنی سخن یک نوع نشان ما هم هست. از این رو زبان ما هستیم. مولانا میگوید که آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است در بارگاه جان. همین بزرگان ما مثلا عارفان، اون عارفانی که به جای رسیدن مقام بسیار بلند کسب کردن، مثلا دیگر خاموشند. اونها تا ضرورت نشود حرفی نمیگویند. یعنی زبان نگه می‌دارند. این در زبان ما آفت‌های بسیاری هست. ما همین زبان است که توسط آن دروغ میگوییم. همین زبان است که توسط آن غیبت میکنیم. همین زبان است که کسی را صفت میکنیم. همین زبان است که ما هزار بلای به سر کسی میتونیم توسط آن بیاریم. این زبان، این لحم گوشت میگویند، یعنی دارای آفت‌های زیاد است و دارای فایده‌های زیاد است. همین عارفان ما برای آن که از آفت همین زبان امین باشند، خاموشی را اختیار میکنند، چون که در سکوت انسان هم رازهای بسیار و حکمت‌های بسیاری هست. بنابر همین ما باید در گفتن سخن احتیاطکار باشیم، وگرنه از زبان ما هرچی میبراید. ما اصلا
آدم ها را بیشتر توسط زبانمون میرنجونیم. حتی ما وقتی که یک چیز هم می نویسیم، من در شبکه های اجتماعی امروز مثلا در اینترنت و در فیسبوک، در اینجاها اگر ما چیزی هم می نویسیم زبان است. اگر یک گپی خوب می نویسیم، اگر یک گپی بد. یعنی این بدی و این خوبی از زبان ما می روید، در زبان می روید. بنابر همین گذشته های ما تاکید میکردن که زبان پاک نگه داری. حتی میگفتن که اگر تو دشنام تی، اگر تو حقارت کنی، اگر تو نفرین کنی، اگر زبانت با سخنی بد عادت دهی، این میگفتن صفت دوزخی ها هست. در دوزخ وقتی انسان در درون الاو و آتش رو نمیدونم در دهن اژدها رو کیم چیها میپرتان، بعد اونا همین به جان میرسن و همدیگر را دشنام میتین و حقارت میکنن. این یعنی که این معنی آن دارد که همین بهشت و دوزخ در زبان ما بوده است. بنابراین من فکر میکنم که باید انسان اگر هر قدر بیشتر خواند، همین ادبیات ما یک اقیانوس بزرگ است. ما هر قدر که به همین ادبیات وارد شویم، از این ادبیات خیرات می‌آموزیم، حکمت می‌آموزیم و دانش می‌آموزیم. بتواند که پیش بدزبانی ما را بگیرد. ما امروز شاهد می‌شویم، من در این کوچه‌های شهر می‌گردیم یا در بازار می‌رویم، ما راحت می‌شنویم که کسی رو دشنام می‌گیرد. اونجا مادرها هستن، خواهرها هستن، اصلا پروا ندارن. این آفت زبان است. سخن چیست؟ او یک شعر میگوید که بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. یک نفر دیگر میگه که دارم سخنان تازه و زر کهن، آخر به کف آرمد به زر یا به سخن. و میگویند که اهل تصوف بودند که سخن از گنبد برین چون آمده است و کلام خدا است. مثلا با سخن نباید به احترامی کرد، با سخن نباید حیات انسان ها را سوزان، خانه آدمان را سوزان. سخن باید سازنده باشد، نه سوزنده. زبان چیست؟ زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحبخانه. چو در بسته باشد چه داند کسی؟ گوهر فروش است یا پیله‌ور. در کلمه زبان چی می‌فهمید؟ این زبان هم بهترین گوشت است و هم بدترین گوشت است که و یک نفر مبلغ میدهن، پول میدهن که رو بهترین چیز بیار، زبان میاره. باز میگه رو کن باز بهترین چیز، بدترین چیز بیار، باز میاره زبان. یعنی بدترین و بهترین همین است که کی چگونه استفاده میبرد از آن. برای همین دانی که برای چی مثلا خداوند به ما دو گوش داده است، یک زبان، یعنی که دو بشنو یکی بیش مگو. بسیار انسان ها حیاتشان از همین زبان ساخته و بسیار گناه ها از زبان سر میزنند. سر کرده از غیبت. مثلا اگر همین زبان از زندانی کنی، این زندان است، همین دو لب زندانی کنی و چیزی نگوید بهتر است از این که بد بگوید.